بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فشرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى الشرح، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. شارح می فرماید الله رحمتش کند، الله نگهدار باشه، الله محافظت کند ایشان. مؤلف یعنی صاحب متن در نظر دارد شیخ محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان بن علی فرمود: اعلم رحمك الله، بدان الله تو را در زیر رحمت خود قرار بدهد، انه یجب على كل مسلم و مسلمت، که به هر فردی مسلمان و به هر فردی مسلمه و مقتنی این سه مسئله واجب است و طبق این سه مسئله عمل کردن نیز واجب است. اعلم یعنی تیقن واجزم لا تشک ولا تتوهم ولا تظن. شیخ تکرارا میفرماید که اعلم به معنای آن است که تیقن یعنی یقین حاصل بکن و قطعی باش، یعنی قرار قطعی بکن و شکاور مشو و وهم مکن و گمان هم مکن. اینا هر یک کدامش علاهده در درس‌های گذشته خوانده گذشته بود. رحمك الله دعاء بالرحمه. رحمك الله گفتن شیخ این دعا است با رحمت، دعای رحمت کرده ایستاده است، یعنی الله یرحمک، الله تو را در زیر رحمت خود قرار بدهد. انه یجب على كل مسلم و مسلمه تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن، که واجب است به هر فرد مسلمان و مسلمه آموختن این سه مسئله و طبق اونها عمل کردن. فاذا لم يتعلم صار آثما صار عاصیا. اگر مبادا همون فرد مسلمان یا مسلمه لم يتعلم، تعلیم نگیرد، و گناهکار میشه. صار عاصی، عاصی می شود، نافرمان بردار می شود. الواجب هو ما اثیب فاعله و عوقب تارکه. واجب چیست؟ واجب آن عمل را می نامند که انجام دهنده آن را ثواب داده می شود و تارک آن را چی؟ ترک کننده آن را عقاب و سرزنش کرده می شود. الصلاة واجبه، مثلا نماز واجب است، هیچ کس شک و شبهه نداره در واجب بودن نماز. من صلى اثابه الله، کسی نماز خواند الله به او ثواب می بخشد. و من لم یصلی عاقبه الله، کسی نماز خواند الله او را عقابش میکند، عذابش میکند. كذلك بر الوالدین طاعتا، همچنین یعنی بر نیکویی پدر و مادر اینم طاعت است، فرمانبرداری الله است، زیرا که الله گفته که پدر و مادر احسان بکن. من بر والده اثابه الله، کسی پدر و مادرش بر و احسان و نکوی کاری کند و خدمت کند الله به او ثواب میبخشد. و من لم یبر والدیه عاقبه الله، کسی نسبت والدینش یعنی که بر و نکوی کاری نکند، عزت و احترام نکند، الله او را به عقاب و به عذاب گرفتارش میکند. فهذه المسائل الثلاث يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. این سه مسئله که بعداً ذکر بکند آنها را هر کدام را یعنی علاهده واجب است آموختن آنها را به هر فرد مسلمان و به هر فرد مسلمه تعلیم و آموختن آنها و ان یعمل بها و به آنها عمل کردن. فمن تعلمها و عمل بها اثابه الله. تکرار میکنه شیخ که کسی این سه مسئله را تعلیم بگیرد، تعلیم گرفتن به استاد میشه، تعلیم گرفتن به طریق دیسک و به این و به آن نمیشه، تعلیم از زنده میگیره. خب کسی اونها را تعلیم بگیرد و طبق اونها عمل بکنن اثابه الله، الله سبحانه و تعالی به او ثواب میبخشد، ثوابش میده، اجرش میدهد. و من لم یتعلمها
و لم يعمل بها کسی اونها رو تعلیم نگیرد اونها عمل نکنند تعلیم که نگیرد چه عمل میکنند خلاص خب او تعلمها ولم يعمل بها یا که اونها را یعنی که تعلیم گیرد و عمل نکنه به اونها فهو معاقب آثم و گناهکار است که او را معاقب او را عقاب کرده می شود او را عذابش میکنه الله تعالی فرض على الانسان ان يتعلم هذه المسائل با انسان تعلیم گرفتن این مسئله چه است فرض است کما انه فرض عليه ان يتعلم المسائل الاولى الاربعه چخلی که فرض بود بالای انسان آموختن همون 4 مسئله که در اول گذاشته بودیم در اول این درس که العلم والعمل بها والدعوة والصبر على الاذى یعنی علم آموختن و مراد از علم آموختن یعنی که معرفت الله و معرفت نبیه و معرفت دین الاسلام بودن و عمل کردن طبق اونها و دعوت کردن و صبر کردن در تمام اذیت و آزاری که روبرو میشوی كذلك وكذلك ايضا يجب عليه ان يعلم ان هذه المسائل فرض ليست نافله و همچنین به همون انسان واجب است که بداند که این مسئله هایی که شیخ ذکر میکند فرض هستند اینا نافله نیستند که نباید که نسبت اینها بی اهمیتی کرده شود مفهوم یتعلم ثم یعمل بها بنابراین باید که اینا تعلیم بگیرد اول بعد طبق اونها عمل بکند لابد من امرین لابد من امرين دو چیز ضرور هست الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا خلاصه دو چیز ضرور هست چی گفته در تعلیم گرفتن مثل مثلا یکم تعلیم گرفتن و طبق اونها عمل کردن همین دو چیز همین گفته این اول تعلیم میگیری بعد یعنی چیکار میکنی عمل میکنی دیدید ضرور گفته الاولى یکی از این مسئله ها یعنی که از این 3 مسئله ان الله خلقنا الله ما را آفرید اینجا نه این نعمتی چی میگن ما را شیخ محمد بن عبدالوهاب الله رحمتش کند نعمتی آفرینش خاطرشون کرده است که تمام نعمت ها بعد همین نعمتی اسلام نعمتی سلامتی نعمتی پدر مادر نعمتی زن و فرزند همینا دویم درجه هست زیرا اینکه اول ما باید که نعمتی آفرینش فهمیم الله سبحانه و تعالی یک کمین سوره که به پیغمبر خود محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد این سوره علق بود مترسه چی گفت اقرا بسم ربک الذی خلق میخوان به نام های پروردگارت آفرید الله سبحانه و تعالی یک کمین ندایی که در سوره بقره هرچی فرمود گفت که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم گفت اینجا هم چی گفته شده است 3 اصناف مردم یکم صنف مؤمن ها ذکر کرد دوم صنف کافرها را ذکر کرد بعد صنف منافق ها را ذکر کرد در آخر به همه ندا کرد یا ایها الناس ای مردم این ندا به همه تعلق داره به مؤمن های خلص و کافرهای خلص و منافق ها یعنی در اینجا گفتنی هستم که نعمتی آفرینش خیلی هم مهم است کسی که نعمتی آفرینش داند آفریدگار خود من بداند و میفهمد که من خود پیدا شدگی نیستم من یک آفرنده دارم که اون آفرنده برای من یک برنامه ها داده است که من به یک مقصد آفریده است من باید این وظیفه را اجرا کنم خلاصه نه برای خوردن و نوشیدن و یعنی که قانع کردن شهوت من شما را آفریده است که وگرنه در قطار حیوانات میشید نخود بودن نه برای همون کسانی که فقط خوردن و فقط غمش و غمش کم و غم نفس است و الله تعالی کافرشون گفت اعوذ بالله کافرها را انعام گفت اولئک کالانعام بل اضل گفت اونا مثل چارپا هستن حتی از چارپا هم بدتر گفت کافر اعوذ بالله این یعنی نعمتی بزرگ است که شما را یعنی که نعمتی اسلام بخشید و از این پیش باید که ما نعمتی آفرینش دونیم که ان الله خلقنا الله ما را آفرید و رزقنا ما را روزی داد این نعمتی آفرینش و رزقنا این نعمتی امداد یاردم ما داده است که انسان یعنی که اینا را رزق روزی را خورده پوشیده نوشیده نفسش سر کرده به خاطر جمع عبادت کند گفته این یعنی مهربانی اینه چی میگن این نعمتی یعنی امداد میگن اکنون ولم یترکنا حملا
ما را به اهمیت نگذاشت. حمل گفته اون کسی میگه که نه برای او امر است نه برای او نهی است، نه امر است نه نهی، این حمل میگه بیکاره. بل ارسل الینا رسولا، برعکس ما را به اهمیت نگذاشته، با سوی ما رسول فرستانید. انا این چی میگویند؟ فرستانیدن رسول اینا میگویند که نعمتی، یعنی که اعداد، آماده. رسول ما را پدگتوف که تیار میکنه. این نعمت ها را باید که شما گوش کرده قید کرده فهمونید که یک کسی با فهمونید که خلقنا این نعمتی چی هست؟ نعمتی یعنی آفرینش هست. رزقنا نعمتی یعنی که امداد است. ولم یترکنا حمل بر ارسل الینا رسولا، این نعمتی یعنی اعداد است، ما را تیار میکند به عبادت کردن پروردگار. زیرا که این مهربانی الله حق سبحانه و تعالی است که اگر ما را میگه که خودتون عبادتتون یابید و خودتون یعنی که یک عبادت کنید که الله راضی باشه. یک کسی میدیدید که سرش تا دیوار میزنه، یک کسی دیگه برنده خودش میپرتاب خیالش که عبادت همینه، یک کسی دیگه هر یک کس از پیش خود چیکار میکند؟ خودی که اهل بدعت نه چقدر یک کارهای بدعت میکند در میزان شریعت و در عقل و فراست او رو نمیگیرد. خیلی فمن اطاعه دخل الجنه، کسی اطاعت از این پیغمبر بکند به جنت داخل می شود. و من عصاه دخل النار، و کسی از این پیغمبر عاصی شود او به دوزخ داخل می شود. و دلیل قوله تعالی، دلیل قول الله حق سبحانه و تعالی که آنجا می فرماید انا ارسلنا الیکم رسولا، ما هراینا به سوی شما رسول فرستانیدیم، محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم را، شاهدا علیکم، او علیه شما شاهد میشه، به مقابل شما شهادت میده که من تبلیغ کردم، پیغمبری را به شما رسوندم. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، چنانه که ما به فرعون رسول فرستانیدیم، موسی را فرستانیدیم که در نتیجه فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، بس یعنی که فرعون از رسول عاصی شد، گردنگیری کرد، فاخذناه اخذا وبیلا، بس ما او را به عذاب سخت گرفتیم، او را در دنیا به غرق و در برزخ یعنی که به عذاب و در روز قیامت به دوزخ داخل شدن عذابش کردند. این با خودش شرحش میکرد. هذه هي المسألة الأولى، مسئله یکم از همین عبارت است، ان تعلم ان الله خلقنا، تکرار میکرد که باید بدانی ای بنده که الله ما را آفریده است و رزقنا، به ما رزق و روزی عطا بخشید، ولم یعنی رزق روزی دادن باری خود گرفت، باری خود گرفت، به عهده خود گرفت. ولم یترکنا حمل، ما را بی اهمیت یعنی که نگذاشت. بل ارسل الینا رسولا، بالعکس به سوی ما چه رسول فرستانید. و هذا الرسول جاء بالاوامر والنواهی، این پیغمبر برای ما امر و نهی آمد. سبحان الله، برای این امر و این نهی پیغمبر شدن باید تعلیم بگیری ای بنده. و انزل الله علیه القرآن، به او پیغمبر یعنی قرآن را فرود آورد، نازل کرد. و اعطاه السنت، در برابر قرآن دویم وحی را، یعنی خودش هم گفته شیخ که سنت عطا بخشید که وحی ثانی، این وحی دویم وحی است. برای من هیچ ممکن نیست که سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ضایع شود و از بین رود. برای همون حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بین نمیرود. به خاطر چی؟ وحی اینا وحی الهی است، وحی را الله سبحانه و تعالی خود به عهده گرفته است. فمن اطاع هذا الرسول ممتثلا الاوامر دخل الجنه، کسی از این پیغمبر اطاعت بکند و جنت داخل می شود. خب نشونش چیه این اطاعت که؟ ممتثلا الاوامر، امرها را به جا بیارد. و من عصاه دخل النار، کسی عاصی از او بشود و دوزخ داخل می شود. لابد ان تعلم هذا، اینها را دونستن تو واجب است، لابد است، لأنك مخلوق لهذا، زیرا که تو را به همین خاطر به همین مقصد آفریده شده هستی. ما خلقت كالبهیمة تأکل و تشرب، تو را همچون چارپان نآفریده است الله تعالی که تو بخوری و بنوشی. لا، این خیلی نیست، این گمان از سرت بگیر. بل مخلوق لتعمل، بلکه تو آفریده شده هستی لتعمل، برای چیکار کردن؟ عمل کردن. الله خلقنا و رزقنا ولم یترکنا حملا، الله ما را آفرید و به ما روزی بخشید، ما را بی اهمیت نگذاشت. بل ارسل الینا رسولا، بالعکس و سوی ما رسول فرستانید. انزل الله علیه القرآن، الله به او قرآن فرود آورد.
نازل کرد و اعطاه الحکمت و حکمت عطا بخشید، یعنی سنت عطا بخشید. و فیها الاوامر و النواهی، و در آن یعنی که این امر و نهی پروردگاری در قرآن و در حکمتی به او پیغمبر دادگی چی است، هم امر است و هم نهی است، یعنی کارهایی هستن که باید اونها را بکنید، کارهایی هستن که از اونها کنار بشوید. فمن اطاعه و امتثل الاوامر، اوامر یعنی کسی اطاعت از اون پیغمبر بکنه، و امتثل الاوامر یعنی اون امرهای پیغمبر به جا بیارد، دخل الجنه، به جنت داخل می شود. و من عصاه دخل النار، کسی از او عاصی شود و دوزخ داخل می شود، نعوذ بالله. و دلیل قوله تعالی، دلیل قول الله تعالی که اونجا فرمود انا ارسلنا الیکم، این ضمیر جمع است، این ضمیر برای تعظیم است، هر آینه ما فرستانیدیم به سوی شما رسول را همچون شاهد بالای شما، شاهدا علیکم، خطاب لهذه الامه، این خطاب تمام امت است. کسی دعوا میکنه که من امت محمدم، انا ارسلنا الیکم ایها الامه المحمدیه، میگوید الله میفرماید که ای امتی محمدیه، ای امتی که شما با طفیل محمد فخر میکنید که من امتی محمدم، گفته دعوا میکنه، دست سینه میزنه، ما به سوی شما رسول فرستادیم، شما شناس هستید این رسولی، و این رسولی ما که شما افتخار میکنید، رسولا شاهدا علیکم، اون با مقابل شما شهادت میده در روز قیامت، من تبلیغ کردم، امانت به شما سپاریدم، او محمد صلی الله علیه و سلم است. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، چنانه که ما فرستانیدیم به سوی فرعون رسول، به سوی فرعون و فرعونیان ما رسول فرستانیدیم. کما ارسل الله الی فرعون، چقدر که الله حق سبحانه و تعالی به سوی فرعون رسول فرستانید، یک کس را الطاغیه و ظالم بود فی زمانی، در زمان خود، رسولا و رسول فرستانیدیم که و هو موسی علیه السلام، و کی بود؟ و موسی علیه السلام. فعصى فرعون الرسول، بس در نتیجه یعنی فرعون رسول از رسول عاصی شد، یعنی گبناگیری کرد، و مراد از اون رسول و هو موسی، میفرماد که موسی علیه السلام. فاخذناه اخذا وبیلا، ای اخذا شدیدا، ما او را سخت گرفتیم، میفرماید اهلكه الله و اتباعه، الله حق سبحانه و تعالی فرعون و پیروان او را به هلاکت گردانید، هلاکشون گردانید. فاهلكهم الله و اغرقهم، یعنی ایشان را هلاک گردانید و ایشان را غرق، زیر آب گردانید. فصارت اجسامهم الى الغرق، جسدهای ایشان به غرق مبدل شد، یعنی غرق شدن، و ارواحهم الى النار والحرق، یعنی و روحای ایشان باشد به سوی دوزخ روان شدن و به سوی سوزش، سوختن، یعنی سوختن در سوزش و در عذاب است، نعوذ بالله. و فیه دلیل علی ان من لم یطع الرسول فان الله یأخذه و یعاقبه، در این آیه، در این سخن دلیل شده ایستاد است که یعنی کسی اطاعت الرسول ها، لم یطع الرسول رسول ها را کسی اطاعت نمیکرد است، الله او را به عذابش میگرفته و یعاقب او را عذابش میکند. ولهذا عاقب الله فرعون، از همین لحاظ است که الله حق سبحانه و تعالی فرعون عذابش کرد، گفت فاخذناه اخذا وبیلا، ما او را به عذاب سخت گرفتیم. هذه المسألة الأولى، يعني إن سيكون مسألة وقتی که یعنی که موسی که قدر او از قدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی که اندک کمتر است از پیغمبر ما، وقتی که عاصی از او شدن، مردم چقدر عذاب کرد الله تعالی، فرعون چقدر عذاب کرد. و شما چی میفرمایید که محمد صلی الله علیه و سلم بهترین پیغمبر، بهترین تمامی موجودات مخلوقات، یعنی که در نظر دارن هستی که بعد کسی عاصی از او شر او را هم تو میماند، از فرعون بدترش میکند الله سبحانه و تعالی. هر یک چیزی که ارزش او، نرخ و نوای او بلند است، جنایت در حق او هم، یعنی که جنایت سخته. المسألة الثانية، مسألة دوم، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، هرگز الله راضی نمیشود که همراهی او کسی را در عبادتش شریک قرار داده شود. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، نه یگان فرشته مقرب را و نه یگان پیغمبری فرستاده را. الله تعالی حقه العباده، الله سبحانه و تعالی را حقش چی؟ عبادت است، یعنی عبادت این حق الله است. حتی محمد علیه الصلاة والسلام اشرف الناس و افضل الناس لا تشركه في عبادة الله، حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم که از همه مشرف ترین، برگزیده ترین، بهترین مخلوقات و بهترین مخلوق یعنی که موجودات است،
مخلوقات است، بهترین مردم است، او را تو نباید که در عبادتی الله شریک قرار داده شوی، قرار بدی. یعنی ممکن نیست که او را در عبادتی الله شریک قرار بدی. والمؤمن له حق، مؤمن دارای حق است. و كذلك جبريل ملك مقرب لا يشرك، يعني نعم. وكذلك جبريل، همچنین جبريل ملك مقرب، يعني چیسته فرشته مقرب است که لا یشرک به هم ویرونیز با الله شریک آورده نمی شود. الرسول له حق، رسول یعنی که حق خودش دارد. والله له حق، الله خودش هم حق دارد. لا تخلط بین الحقوق، آمیخته مگردن بین حق پیغمبر به الله دادن و حق الله را به پیغمبر، و که حق مخلوق به خالق، حق خالق به مخلوق دادن آمیخته. این روز مردم آمیخته کرده شده این از سبب جهالتشون. الله حقه العباده، حقه ان يعبد، حق الله عبادت از عبادت است و حق او اون است که باید عبادت باید کرده شد. والعباده لا تصح الا بالاخلاص لله تعالی، عبادت درست نمی شود مگر به اخلاص کردن در برابر الله حق سبحانه و تعالی و المتابعه لنبیه صلی الله علیه و سلم. عبادت اون وقت درست می شود که وقتی که پیروی از پیغمبر او صلی الله علیه و آله و سلم کرده باشد. لا تصح الا بهذین الشرطین، عبادت بدون این دو شرط درست نمی شود. یکم شرط آن است که ان تخلص العمل لله، عمل را خالص تازه برای الله انجام میدهی. و ترجو الدار الاخره، در وقتی انجام دادن عمل یعنی که خانه آخرت را امید کرده از الله. به هذه العبادتی، به این عبادت که کردگی تو امیدوار باشی، نه که خاطری فلانی کنم تیاد پیسم تیاد این آن، یعنی غرض از غرضهای دنیا باید نباشد. و الثانی ان تكون متابعه للنبی صلی الله علیه و باید که تو پیروی از که عبادتی و طبق نشانداد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد. وگرنه طبق نشانداد او نباشد عبادت تو عبادت نمیشود. گرچه که او اخلاص هم داشته باشد این بدعت میشود. کما قال تعالی، چنانه که الله تعالی میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو ای حبیبی من که اگر شما دوست داری الله باشد واقعا شما پیروی از من بکنید، در اون حین الله شما را دوست خواهد داشت. یعنی که محبتی الله وابسته به پیروی شما است از پیغمبری الله. هیچ وقت شما یعنی که الله را دوست می‌دارم گفتنی شما این دلیل شده نمیتونه بدون پیروی از پیغمبر او محمد صلی الله علیه و آله و سلم. وقال سبحانه، الله سبحانه و تعالی می‌فرماید فمن كان يرجو لقاء ربه، سوره کهف آخرین آیه، فمن كان يرجو لقاء ربه، کسی به لقای پروردگارش امیدوار باشد که واقعا و میدانسته باشد که اگر من به پروردگار روبرو میشوم فلیعمل عملا صالحا، باید که عمل صالح انجام بدهد. عمل صالح اون میشود که پیروی از پیغمبر کرده باشد. این یکم شرط. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، در عبادت پروردگارش یگان چیز شریک قرار مدهد که این دیگر شرط است. یعنی اخلاص گفته ساده است و عمل صالح اون وقت عمل صالح میشود که طبق نشان دادی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. در همین آیات ما دو شرط میبینیم، یکی شرط اخلاص است و دیگر شرط چه؟ پیروی از پیغمبر علیه السلام. بدون یک دیگر نمیشود. یعنی یکی باشد و دیگر نباشد هیچ وقت دعا عبادت قبول نمیشود. اگر هنگامی که یعنی مثلا پیروی از پیغمبر نباشد البته در اونجا بدعت است. تمام بدعت زلالت است، تمام زلالت در آتش دوزخ است. اما خلاصه کلام انسانی که اخلاص نداشته باشه البته در اون عملش چه است؟ شرک است، یا از شرک میدو یا شرک بزرگ. فالله حقه العباده، حق الله سبحانه و تعالی عبارت از عبادت می باشد. والعباده، عبادت چیست؟ خلیق شیخ الاسلام می‌فرماید که اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره. عبادت یک اسم فرا گیرنده است که فرا میگیرد، جمع میگیرد در درون خود، یعنی که فرا میگیرد تمام چیزی که دوست داشتی الله باشد و پسندیدی الله باشد، خواه سخن باشد و خواه عمل باشد، خواه ظاهری باشد و خواه باطنی باشد، و عبادت است. فهذا حق الله، این حق الله است. الله تعالی لا يرضى ان يشرك معه احد، یگان کس را الله نمی پسندد که به همراهی او
یعنی شریک قرار داده شد. لا یرضا ان تصلی له و تصلی للرسول صلی الله علیه وسلم. الله راضی نمیشود که هم برای او نماز گذاری و هم برای پیغمبر نماز گذاری. او تصلی لجبریل که هم برای جبریل رسول نماز گذاری. لا این خیلی نمیشود. الله الصلاة حق الله، نماز حق الله است. لا یرضا ان تصوم له و تصوم للنبی صلی الله علیه وسلم. الله راضی نمیشود که هم به خاطر او روزه بگیری و هم به خاطر پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزه بگیری. او تصوم له و تصوم او تصوم میشه، تصوم هنا میشه. او تصوم له و تصوم للقمر، الله را تصوم کرده خودم و زمین نمیشه. یا که مثال الله راضی نمیشه که تو به خاطر الله هم روزه گیری و هم به خاطر ماه. من به خاطر ماه گرمدم، به خاطر ماه روزه میگیرم. نه، لا خیر نمیشه. حقه لا یرضى ان تشاركه بأي شيء. حق الله از این عبارت است که وی راضی نمیشود، وی راضی نمیشود که او را به یگان چیز، یعنی که با او شریک قرار بدهی. لا یرضى ان تحج له و تحج للرسول صلی الله علیه وسلم. الله راضی نمیشود که هم به خاطر الله تو حج بکنی و هم به خاطر پیغمبر حج بکنی. ولا يرضى ان تدعوه و تدعو الرسول. الله راضی نمیشود که او را دعا بکنی و پیغمبر دعا کنی که امروز مردگی است، وفات کرده است صلوات الله وسلامه علیه. ولا يرضى ان تذبح له و تذبح للرسول. الله راضی نمیشود که برای او هم ذبح بکنی و برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذبح بکنی. ولا يرضى ان تتوکل علیه و تتوکل علی الرسول. الله راضی نمیشود که توکل به او کنی و توکل به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکنی. لا نمیشود. العبادة حق الله، عبادت حق الله است. حق الله را پایمال مکن که دعایی و ذبح و نذری، مثل دعا و ذبح کردن حیوانات، یعنی که ذبح کردن و نذر نیاز کردن و الاستعاذة پناه جستن و الاستغاثة دادخواهی کردن. نمی یکن فی الدعا، در وقت مشکلی نمیبینیم. و الصلاة مثل نماز خواندن و صیام روزه داشتن، از زکات دادن و الحج حج کردن و الرغبت و رهبتی، یعنی که طمع کردن و حراسیدن و ترسیدن و توکل. رغبت طمع کردن و رهبت ترسیدن حراسیدن و توکلی مثل توکل کردن و الخشیتی ترسیدن و الانابتی مراجعت به الله کردن. اینم به مانند یک نوع توبه است. در درون این با چیزی خوبی داره که در درون توبه نیست. الی آخر غیر از اینها دیگه انواع عبادت که و هذه العبادت بانواعها حق الله و خاصه به. این عبادت ها و تمام انواعش و غیر از اینها دیگه انواع عبادت ها بسیار هستند. اینا همه حق الله هستند و خاص به الله حق سبحانه و تعالی باشد که نباید که اینها را برای کسی دیگر تو بدهی. و دلیل قوله تعالی، دلیل سخن الله تعالی است که وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مسجد ها هم از آن الله هستند، سجدگاه ها هم از آن الله هستند. جایی که نه مسجد ها، این مسجد باید که برای تازه باشه از نه اینکه در دنیا مثال گیریم یک قبر باشد یا که مثال گیریم یک بدعت یا خرافات باشد. مسجد خاص برای الله است. الله را خانش تازه نگه داشتن اولا هست نظر به دیگر جا. فلا تدعوا مع الله احدا. بنابراین در مسجد الله شما همراه الله یگان کسو یگان چیز شریک قرار مدهید، مخانه دعا عبادت است، عبادت نکنید. و کلمه احدا عند اهل الاصول نکره. و کلمه احدا اگر شما نگاه کنید در آیت، یعنی که در نزد علمای اهل اصول دایر به علم اصول است، مخصوص ان شاء الله میگذاریم مثلا نکیره آمده است، یعنی معرفت نیست، نکیره است. سبقها النهی. اگر همین جمله را نگاه کنید در سری همین جمله نهی آمده و ان المساجد لله فلا تدعوه. از این نکیره پیش نهی آمده است. اکنون نهی بیاد چی می شود؟ والقاعده عند الاصوليين ان النكره اذا سبقها النهي او نفي فانها تعم. همیشه در نزد علمای اصول همیشه قاعده است که نکیره از وی پیش نهی آمدگی باشد یا که نفی آمدگی باشد، این عموم را در نظر دارد. یعنی یگان کس را اگر پرسن که پیغمبر چی؟ پیغمبرم باشد، فرشته هم باشد که الله راضی نمیشه. برای همون یعنی که نکیره چی؟ و نکیرات فی سیاق نفی تفید العموم میبینه،
عموما در نظر همه. فلا تدعو مع الله احدا، شما همراه الله یگان کس را، کسی این کن، کسی که نباشد، مطلق آمدگی است. کل ما سوى الله احد، هر چیزی که غیر الله هست و احد. فهمیده؟ خواه زنده باشد، خواه مرده باشد، خواه انسان باشد، خواه فرشته باشد، خواه جن باشد. لا تدعو ملکا ولا نبیا، تو مخوان نه یگان فرشته را، نه یگان پیغمبر را، ولا شجرت ولا حجر، نه یگان درخت را، نه یگان نخوان، یعنی که دعا عبادت نکن، نه یگان سنگ را، ولا جن، نه یگان جن را، ولا جمادا، نه یگان چیزی جمادات، چیزی خشک را، ولا غیر ذلك، و غیر از این دیگه چیزا. المسئین بود یعنی مسئله دوم. المسألة الثالثة، مسألة سيم از چی عبارت است؟ ان من اطاع الرسول و وحد الله، کسی که اطاعت از پیغمبر بکند و الله را توحید شرعیه بکند، لا يجوز له موالات من حاد الله و رسوله، برای چنین کس، برای چنین کسی که در اطاعت پیغمبر است، در توحید الله است، موحد است، جایز نیست که دوستی صمیمانه بکند، دوستی قلبی بکند همراه کسانی که ایشان مخالف از الله هستند و مخالف از پیغمبری الله باشند. ولو کان اقرب قریب، گرچه که اون شخص مخالف دشمنی الله، دشمنی پیغمبر، از همه نزدیکترین خویشاوند هم باشد. یعنی من اطاع الرسول علیه الصلاة والسلام، کسی اطاعت از پیغمبر علیه الصلاة والسلام میکند و امتثل اوامره، امرهای پیغمبر به جا می آوردگی باشد، و اجتنب نواهیه، و از منع کرده های او اجتناب می‌ورزد، دور می‌شود، و صدق اخباره، خبرهای پیغمبر دادگی را علیه الصلاة والسلام تصدیق و باور می‌کند، و وحد الله، الله را یک و یگانگیش اقرار و اعتراف می‌کند، و اخلص له العبادت، برای الله شده عبادت را خالص و تازه نگه می‌دارد از تمام آلوده‌های داغ شرک و خرافات. عبده وحده، او را تنها عبادت میکند. و کانت العبادت موافقه لشرع الله، عبادت چنین کس طبق نشانداد شریعت الله باشد. و صبر علی عهد رسول الله صلی الله علیه و و چیکار می به عهد پیغمبر علیه الصلاة والسلام کردگی صابر می باشد، در هر یک نشانداد و وعده های او صبرگو می باشد. انا برای چنین کس فلا یجوز له موالات من حد الله و رسوله، جایز نیست برای چنین کس دوستی صمیمانه، دوستی قلبی بکند و کسانی که ایشان مخالف از الله باشند و مخالف از پیغمبری او باشد. یعنی نمیزیبد انسان چنین دارای صفاتهای زیبا باشد و ببیندش که دوستدار یهود و دوستدار نصرانی از صمیم قلب باشد. الموالات تعنی المحبه، مراد از موالات چه است؟ این محبت میگوید. محبت من حد الله و رسوله، یعنی محبت نسبتی کسانی که یعنی که مخالفت از الله و مخالفت از پیغمبری او میکند. من حد الله و رسوله، مخالفت از الله و مخالفت از پیغمبری او کردن، یعنی من کان فی حد الله و حد رسوله، فی یعنی اون کسی رو میگوید که کسی مخالف کیست، یعنی در یک حد از الله و در یک حد از پیغمبری او، یعنی حد الله میبینید و حدود، یعنی سرحدی که الله قرار داده است، سرحدی که پیغمبری او قرار داده است، یک طرف است فی شق بعید، یعنی که چه در یک طرفی دور قرار میدهد و هو فی شق عن الله و رسوله، خودش باشد در یک طرفی دور از الله میباشد، یعنی الله را در یک کنار میماند و پیغمبر در یک کنار میماند و خود برای خود یک برنامه نو تشکیل میکند و وقتی که از الله به او گم میزنند، از پیغمبر به او گم میزنند، یگان نشاندادی الله و پیغمبر قبول نمیکنند. یعنی من خودم میدونم چیکار کردن میگوید. یعنی این کسی مخالف از الله، مخالف از پیغمبری او میگوید. و هو الکافر، این کافر میگوید. والکافر لا یجوز موالاته ولا محبته، و کافر موالات کردن، دوستی قلبی کردن، محبت داشتن که کافر گفته دوست داشتن جایز است. چقدر انسان هست که حتی میگه که من تا به این مسلمانای دوست کار کردن به کافرها کار میکنم، ممکن نیست، ممکن نیست. هزار دوست هم باشد که به نام ایمان دارد و نام ایمان دارد، میدونید هیچ همون یک ذره ایمانی او برابر و کلی اون کافری که باید صادق باشد و این باشد و آن باشد، چون که اون مؤمن الله سبحانه و تعالی طبق اون گناهش و او جزاش میده در آخر جنت داره. اما کافر باشد، کافر ابدالابد در دوزخ میشه. الموحد المسلم لا يحب الكافر،
اون مسلمانی که او اهل توحید است، توحید رعایت میکردگی باشد و دوست نمیدارد کافر را. ولا یوده او با او دوستی نمیکند، بل یبغض، برعکس او را بد میبیند. و یعتقد انه عدو له، اعتقاد آن دارد که دشمن او است. عدو لله و لرسوله، اعتقاد آن میکند که دشمن الله، دشمن پیغمبر او است. های دروغ است. اون کسانی که از دین ما بیرون هستند، در دیگه دین ها هستند و میگن که برای اسلام معقول است. در شما یعنی تعریف میکنن که شما در شما یعنی که دزدی نیست، غارتگری نیست، عرق خوری نیست، این نیست، اون است که تعریف میکنند. بعد میگویند تاش که خیلی دیدی که معقول بوده، بچه برای چی داخل نمیشه؟ میگه که برای من دین خودم، برای شما دین ما نه. دروغ میگم، تعریف او حسابم نیست. يا أيها الذين آمنوا، الله مفرمد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ای کسانی که شما ایمان آورده هستید، شما دشمنی من و دشمنی خود را دوستی نزدیک مگیرید. سوره ممتحنه آیه. فعدو له و عدو لله و رسوله، و دشمنی او است و دشمنی الله است و دشمنی پیغمبری او است. یتخذه عدوا، برای خاطر او را دشمن قرار باید بدهد. ولا یحب، او را دوست نمی‌دارد. بل یبغضه، بالعکس او را بد می‌بیند. ولو کان اقرب، قریب گرچنده که از همه نزدیکترین خویشاوند هم باشد. حتی ولو کان اباه و امه، گرچنده که او پدر و مادر او باشد. او اخاه بالنسب، یا که برادر نسبی او باشد. یبغضه دینا، فهمیدید؟ از روی دین دیانت او را بر می‌بیند. اون معنی نه که وقتی او را لطش کند یا که قطعش نشیند یا قطعش او خود نخورد، نه، این معنی ندارد. ولا يحب، او را دوست نمی‌دارد. و یعتقده عدوا لله و عدوا له، او را همچون اعتقاد می‌کند دشمنی الله و دشمنی خود قرار می‌دهد. لكن المحبة الطبيعية لا تدخل في هذا. ولی محبت طبیعی که بعد می‌بیند پدر مادرش، که بعد می‌بیند یک الله نکند مثلا، این محبت طبیعی این دخالت دار نیست در این مسئله. این بسیار آدمان نمی‌فهمند. بعضی کسان با تئوری خودشون به ما مسلمان شده میگونه من اوقاتی پدرشون با خودشون این کارو در طرف رسی بسیار بشه. الحمدلله در طرف ما این قدر بی آدابی نیست. از طرف رسی میبینید که دیگه ملت هست چیه، حتی آذربایجان هستن دو تا طرف میگه که من مسلمان شدم، دیگه هم میگه با پدر مادرش که البته که نماز نمیخونن، جاهل هستن، نون و آب نمیخورن، خودشون بعد کافر گفته جدا میشه. در قدی کوچه آدم بعد در خانه برادرها خامره در مسجد خامره بود. همین بی عقلی بی فراست. نمیدونم موالات دوستی در اسلام چیه و دشمنی در اسلام چیست. دوستی محبت طبیعت، دوستی یعنی که دینی فرق کرده نمیتونه. فيحب أباه وأمه من المحبة الطبيعية. ويقدر مقدرش گرچند کافران باشن باید دوست بدارد. برای چی؟ این محبتی طبیعی میگویم و یا باعث آنشون، سببگاری آنشون که امروز به دنیا آمدی الله تو را هدایت بخشه و هدایت نکرده. بالمثال كما أن الإنسان الجائع يحب الطعام. خیلی که یک انسانی گرسنه طعام دوست میدارد و گنده هست بد هست طعام بد، یعنی که و ما میتونیم گفتن که طعام بد دوست ندار که ممکن نیست. محبتی تو برای غیر الله نه، یعنی طبیعتی آدم طعام ناز می‌بیند، دوست نداره که طعام گنده ببیند غیر از مثلا و ظمآن یحب الماء. تشنه، ظمآن گفته تشنه می‌بیند. کتاب یک زبان عربی گذاشته بود. تشنه میگوید آب دوست می‌دارد. و كذلك یحب قریبه، همچنین یعنی که انسان یعنی که با او خویشاوندش دوست می‌دارد. یحبه محبة طبیعیه، و را به محبتی چون محبتی طبیعی دوستش می‌دارد، لا محبت دینیه، نه محبت دینی. اما درباره دینی باشه او را لله هم بدش می‌بیند. و هذه المحبة الطبيعية تقتضي ان يحسن الی. انا من محبتی طبیعی اقتضای آن میکنه، یعنی اجازه میفرماید برای تو که با او چیکار بکند، انسان احسان بکند. ولو کان کافر، گرچند که کافر هم باشد احسان کرد که نه. یطعمه، میخوراندش و یکسوه، میپوشاند او را و یحسن به احسان میکند، یاردمش میکند و یتلطف معه، به او لطف نرمدلی و ملایم سخنی میکند. لكن لا یطیعه فی معصیت الله، ولی در معصیت الله و اطاعتش نمیکنه. یا بچه‌ها وقتی من آخری میگه یا که سیگار
بکشن یا که ناس بکشن نمیکنن برای ولا یحبه محبت دینیه، چون این کسا محبت دینی و محبت دینی او را محبت نمیبندد ولی یبغضه، بلکه در این مسئله او را بعد میبیند. والکفار علی قسمین، کافرها به دو قسم عبارت میباشند، یعنی از دو قسم عبارت میباشند کافرها. القسم الاول، قسم یکم کافرها المحاربون، یعنی که کافرهای جنگی میگویند. کافرهای جنگی کدام کافران؟ الذين يحاربون، کسانی که با ما جنگیده ایستادند، جنگی واقعی کرده ایستادند. هؤلاء یقاتلون، اونها جنگیده میشوند، زد و خورد کرده میشوند. وليس بيننا وبينهم الا القتال، بین ما بین ایشان به جز زد و خورد و کشاکشی دیگه چیزی نیست. لا یطعمون، چون این کسا را خورانده نمیشود، ولا یسقون، نوشانده هم نمیشود. اذا رأیت الواحد جانی، اگر یک گرسنه از کافر ببینی، لا تطعمه، نخوران او را، ولا تسقی، و آبش نده. این در باره چیه؟ وقتی جنگ رفتی صدایی ناس فهمیدو، بل یترکو یموت، میماندش که بمیرد در جوش، لانه عدو لك و یقاتلک، چون که دشمنی تو هستی که همین آب یابد که قوه گیرد با میکشد طرف. این در باره صحبت از کافرهای جنگی میشود که جنگ رفتی است. والقسم الثاني، قسم دوم کافرون غیر محارب، کافر است لیکن جنگاور، جنگ نیست بین شما بین اونها. زمین خوبه تزیر تصرفی مسلمان هست، بیننا و بینه عهد، بین ما بین عهد و پیمان است. دخل البلاد بامان، و یکی کشوری ما را با چنجی درم ده دلیگاسی اومدگی است، یکی کارمند است، یکی شخصان به کار اومدیان، یکی علمای بزرگ صاحب دین هستند، کار اومدیان، انجینیر هستند و هكذا. او یکی به عهد و پیمان آمدگی است، له ذمه، و در عهدی ما است امور، یعنی که محافظت بکنیم که وقت او، یعنی که مثال گیریم تجاوز نکند. فهذا لا نحبه محبه دینیه، چون این کس ما محبت دینی نمیبندیم، بل نبغضه، بلکه او را از جهت دین بد میبینیم. و نعتقد انه کافر، اعتقادی آن داریم که او کافر است و انه عدو لله، و دشمنی الله است. و نتبرأ من دینه، از دینش بیزار میشویم که دین او چیه؟ که بود که عیسی پسر الله چقدر دوست داریم. لكن نحسن إليه، بل به احسان میکنیم. و نطعمه، میخورن او را، و نسقیه، او را مینوشانیم. و نعامله معاملة حسنه، با او معامله خوب میکنیم. و قد یکون هذا من اسباب دخوله في الاسلام، بعضا میشود که این معامله ما سبب دخول او به اسلام بشود. این معامله رفتاری ما، خوش رفتاری من شما، بعضا باعث آن میشود که بعد اسلام داخل شده ممکن است. بسیار شده گیسا. قال الله تعالی فی کتابه العظیم، الله سبحانه و تعالی در کتاب بزرگش چنین میفرماید که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الله شما را منع نمیکند نسبت اون کسانی که شما را در دین نمیجنگند. ولم یخرجوکم من دیارکم، شما را از دیارتون بدرغن نکرده باشند. ان تبروه، اونها نیکی کردن، احسان کردن الله معنتون نمیکنه، زیرا اینکه باید شما نجنگیدین، بر خاطر که مسلمان گفتن نکشتین، شما را از وطن بی وطنتون نکردین. و تقسطوا الیهم، الله یعنی که مثال شما را منع نمیکنه که نسبت اونها عدالت بکنه، باید که نسبت اونها عدالت کرده شود. ان الله يحب المقسطین، بدرست الله دوست می‌دارد یعنی کسانی را که عدالت رعایت می‌کنند. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، برعکس یا که بالعکس الله شما را منع می‌کند، الله شما را منع می‌کند از کی؟ از اون کافرهایی که قاتلوکم فی الدین، در دین به شما می‌جنگند. در دین یعنی که بین اسلام و بین غیر اسلام، یعنی برای خاطر اسلام با شما جنگیده باشند. و اخرجوکم من دیارکم، شما را از وطنتون بدرقه کرده باشند. و ظاهروا علی اخراجکم، یا که مثال گیریم چیکار کردن؟ همکاری کردن برای خاطر، یعنی به دشمنان شما همکاری کردن و شما را برآمده از وطن بی وطن کردن. ان تولوهم، چیکار کردن؟ الله منع میکنه که به اونها تولا بکنه، یعنی دوستی بکنه، با اونها دوستی کردن الله شما را منع میکنه. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، کسی با چنین کسای ظالمی که با شما جنگیدن برای خاطر اسلام و شما را از وطن بی وطن کردن، یا که یکدیگرشون یاردم دادن شما را بدرقه کردن، به اینها همکاری میکنه. اولئک هم الظالمون، چنین کسا ظالم هستند، یعنی که چنین کسا در جان خودشان ظلم کرده هستند و عذاب سخت گرفتار میشن.
فقسم الكفار الى قسمين. در این جای الله سبحانه و تعالی کافران را به دو قسم تقسیم کرد. قسم لا یقاتلوننا، یک قسم است که با ما نمی جنگند، ولا یخرجوننا من دیارنا، ما را از دیار ما به درها بیرون نمی کنند. فهؤلاء لا بأس ان نبرهم، و چون این کسا باکی ندارد که ما احسان بکنیم و نکسوهم، اونها را بپوشونیم اگر محتاج لباس باشد هم کلیم. و القسم الثاني، قسم دویم، المقاتلون، کسانی هستند که روبروی ساده یعنی که جنگ بکنند. نقاتلهم ولا نطعمهم، بچنین کسان می جنگیم و لا نطعمهم، اونها را نمی خورانیم، ولا نسقیهم، نمی نوشانیم. و قوله تعالی فی آخر سورة خلق در آخر سوره مجادله گفت است که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، تو نمیبینی قومی را که ایمانی به الله داشته باشند و ایمانی به روز بازرسید داشته باشند و در برابر چنین ایمان زیبا چکار بکنند؟ دوستی بکنند به کسانی که مخالف از الله و مخالف از پیغمبری او باشند. فلا تجد مؤمنا یود الکافر، تو نمیبینی، دریاب نمیکنی مؤمن را که به کافر را دوستی بکند و یحبه، دوستی صمیمی بکند. فاذا ود الکافر او احبه صار مثله، چون که اگر ببینی که مؤمنم گفته کافر دوست بدارد و او محبتی صمیمانه بکند، صار مثله، مانند او کافر میشود. اذا احب الکافر لکفره صار کافرا، یک کافر برای خاطر کافر بودنش، بعضی کسان میگن که یک کافر برای من خوبتر است، این مسلمان بود، نعوذ بالله، کافر میشود. مانند او یا ایها الذین آمنوا، الله میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهود و نصرانی ها را دوستی صمیمی قلبی مگیرید. بعضهم اولیاء و بعض، ایشان دوستی یکدیگرند. و من یتولهم منکم، کسی از شما اونها را دوستی نزدیک بگیرد، فانه منهم، البته او هم از ایشان است. و من احبهم لدینهم فهو منهم، کسی به خاطر دینشون اونها را دوست بدارد از ایشان است. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، تو دریاب نمیکنی قومی را که ایمانی به الله داشته باشند و ایمانی به روز آخر داشته باشند، یودون من حاد الله و رسوله، دوستی صمیمانه بکنند و کسانی که مخالف از الله و مخالف از پیغمبری او باشند. ولو كانوا آباءهم، گرچند که اون مخالفا پدران ایشان باشند در تحت داخل میشن مادرها، او ابنائهم، یا پسران ایشان باشند در تحت دختران داخل میشن، و او اخوانهم، یا که برادرای اونها باشند در تحت خواهران داخل بشن، او عشیرتهم، خویشاوندان اونها باشند، خود خویشتباری پدری باشه یا مادری، یا خویشتباری عائلی شما باشد. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، چنین کسان الله سبحانه و تعالی در قلبشان ایمان را کتابت کرده است. المؤمنون کتب الله فی قلوبهم الایمان، الله سبحانه و تعالی در قلب المؤمن ها ایمان کتابت کرده است، لانهم یوالون فی الله، زیرا که اونها به خاطر الله دوستی میکنند، و یعادون فی الله، و به خاطر الله دشمنی میکنند. کتب الله فی قلوبهم الایمان، در قلب چنین کسها یعنی الله ایمان کتابت کرده است، یعنی ای ثبت فی قلوبهم الایمان، یعنی که برقرار و بردم و استوار و قرار محکم کرده است در قلب ایشان ایمان را، که چنین ایمان یعنی که از بین نمیرد ان شاء الله. و ایدهم بروح منه، و با یک روح از جانب خودش و ایشان قوت داده است. ایدهم سبحانه و تعالی بروح منه، الله سبحانه و تعالی ایشان را یعنی که طرفدار کرده است با یک روح از جانب خودش. این روح از جانب الله باشه، روح هیچ کس برطرف کرده، هیچ کس غالب این کس علیه این کس برآمده نمیتواند. حیث استقاموا علی طاعت الله، ببینید که این یک روح از جانب الله هست که ایشان بردم است در طاعت الله، پاینده و پایدار هستند در طاعت الله. و حب فی الله، ببینید که ایشان دوستی میکنند به خاطر الله، و ابغض فی الله، و بدبینی میکنند به خاطر الله. ایدهم سبحانه و تعالی بملائکته، الله سبحانه و تعالی ایشان را و فرشتگان خود یعنی که یاردم میدهد. و بما جعل الله فی قلوبهم من الایمان، و با اون ایمانی که در قلبشون ویرا الله سبحانه و تعالی بردم و برقرار گردانید، مستحکم گردانید. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، و ایشان را در آخر به جنت های داخل میگرداند که از زیر قصر و از زیر یعنی که درختان اون جنت جویها جاری میشوند. هذا ثوابهم و جزاهم، جزا و پاداش و ثواب ایشان از چنین عبارت می باشد. خالدین فیها، ایشان در جنت جاودان هستند. لا یرحلون ولا یطعنون، از اونجا رحلت و سفر نمی کنند. رضی الله عنهم و رضوا عنه،
الله از ایشان راضی است و ایشان باشند از الله. در اینجا که رضایت الله از همه با اولاتر است نظر به اون رضایت من شما، یعنی که او راضی باشد، اگر این یعنی که ضرورتر است. فيه اثبات الرضا لله سبحانه وتعالى. در این آیه کریمه یا که در این سخن ما اثبات کنیم رضای الله ثابت ده، یعنی که یک صفت الله است که حيث انهم رضي الله عنهم موحدون مخلصون له بالعباده، ایشان چنین کسانی میباشند که الله از ایشان راضی بودند، زیرا که ایشان موحد هستند، اهل توحید هستند، اهل اخلاص هستند، له بالعباده یعنی برای الله در عبادت اخلاص رعایت میکردگی کسان هستند. الله مرزقنا ورضوا عنه، ایشان از الله راضی هستند، حيث انه احلهم دار کرامته، که چخل ایشان راضی نمیشوند که الله سبحانه و تعالی برای ایشان در خانه کرامتش در جنتش برای احلهم یعنی جایشون داد، جای داد برای اونها. اولئک حزب الله، اینها هستند حزب الله، اونها هستند جماعه الله. الا ان حزب الله هم المفلحون، آگاه باشید فقط دسته الله، آگاه باشید فقط جماعه الله ایشان رستگار خواهند شد. هم اولیاء الله و احباء، اونها هستند اولیاءهای الله، اونها هستند دوست داشته های الله. و اما حزب الشیطان، اما حزب الشیطان باشد و هم الذين يودون الكفرة و يحبونهم، حزب شیطان کیا هستند؟ اونها کسانی هستند که با کافرها دوستی میکنند، دوستی صمیمانه میکنند. و حزب الشیطان هم الخاسرون، حزب الشیطان باشد ایشان زیان بینندگان هستند. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا کثیرا و بارک الله فیکم.